امروز میخوام درباره 3 دشمن خاموشی بگم که شاید همین الان توی زندگی تو هم هستن: ترس، کنترل و عجله. 3 قفلی که سالها منو هم زمینگیر کرده بودن. تا وقتی بازشون نکردم هیچ کدوم از تلاشام جواب نمیداد، ولی وقتی باز شدن یه مسیر تازه جلو روم ظاهر شد، مسیری که حتی فکرشو هم نمی کردم. تو قسمت‌های قبل راجع به موانع پنهان جذب صحبت کردیم، مثل باورهایی که از بچگی در ما شکل گرفتن و زخم‌های پنهانی که هنوز باهاشون داریم جذب می‌کنیم. در ادامه این صحبت‌ها و تمرین‌ها نیاز به باز کردن این 3 قفل داریم تا بتونیم ارتعاش درست خواسته هامون رو ارسال کنیم و خواسته هامون رو دریافت کنیم. ترس شاید بزرگترین قاتل جذبه. من خودم وقتی دنبال کار بودم بارها مصاحبه رفتم، اما ته دلم پر از نگرانی بود. مدام فکر میکردم اگه منو قبول نکنن چی؟ اگه مثل دفعه قبل شکست بخورم چی؟ اگه پولم تموم بشه و راهی نداشته باشم چی؟ این ترس مثل سایه بود که همه جا با هم می اومد و ناخودآگاه باعث می شد حتی وقتی تو مصاحبه نشسته بودم اعتماد به نفس نداشته باشم. کلماتی که انتخاب می کردم، تون صدای من، همه بوی اضطراب می داد. این نکته مهم رو بارها تکرار کردم. جهان به حرفهای ما گوش نمی کنه. جهان به ارتعاش ما گوش می کنه. وقتی توی ذهنم میگفتم خدایا یه کار خوب برام بساز، ولی ارتعاش من ترس و کمبود بود، جهان هم فقط همون ترس و کمبود رو برمیگردوند. همین موضوع توی پول هم اتفاق میفته. وقتی توی دلت میترسی و میگی سر ماه کم نیارم، حتی اگه پول بیشتری هم بیاد یک خرج غیر منتظره پیش میاد، چون ارتعاش ترسه. جهان فقط جواب میده، بله حق با توه، کم میاری. فلورانس اسکاول شین یه جمله طلایی داره: ایمان و ترس نمیتونن با هم در یک قلب زندگی کنن. یعنی یا ایمان داری به فراوانی یا درگیر ترسی. هر دو با هم نمیشه. من کم کم شروع کردم به تمرین جایگزین کردن ایمان به جای ترس. مثلا هر وقت ترس از بیپولی می اومد، به جای جنگیدن باهاش یک لحظه مکث می کردم و می گفتم من امنم. جهان پر از فرصت و پول برای منه. راهها بیشتر از اونی هست که من می بینم. این تغییر ساده کم کم فرکانس منو عوض کرد. دومین مانع کنترل بیش از حده. خیلی وقتا ما فقط یک مسیر رو میبینیم و بهش میچسبیم. میگیم باید همین شغل باشه، همین پروژه جواب بده، همین آدمه منو قبول کنه. ولی این یعنی خودتو محدود کردی به یه در. واقعیت اینه که جهان 1000 راه برای رسوندن تو به فراوانی داره، ولی وقتی فقط روی یک راه اصرار میکنی همه راههای دیگه بسته میمونن. این وسواس کنترل مثل این میمونه که بذر بکاری، بعد هر روز خاکشو کنار بزنی ببینی سبز شده یا نه. نتیجه چی میشه؟ بذر خشک میشه، از بین میره، چون تو صبر نکردی، اعتماد نکردی. منم همین اشتباهو بارها انجام دادم. به جای اینکه بذارم جهان راهشو نشونم بده، میخواستم همه چیز طبق نقشه ذهن خودم جلو بره و نتیجه همیشه استرس بود و بنبست. ویلیام جیمز میگه نگرش ما به زندگی خیلی وقتها مهمتر از خود واقعیت هاست. وقتی کنترل رو ول کردم، وقتی به خودم گفتم من وظیفم فقط کاشتن بذر و باور به فراوانیه، نکندن خاک، تازه درهایی باز شد که اصلاً انتظارشو نداشتم.
سومین دشمن پنهان جذب عجله است. من خوب یادمه وقتی دنبال کار بودم هر روز با استرس گوشیمو چک میکردم. منتظر بودم بهم زنگ بزنن. به خودم میگفتم چرا انقدر طول کشید؟ نکنه فراموش کردن؟ چرا خبر نمیدن؟ این عجله در ظاهر یعنی امید، اما در باطن یعنی ارتعاش من ندارم. تو هر لحظه با عجله داری به جهان میگی من مطمئنم خبری نیست، پس باید زودتر بیاد وگرنه نابود میشم. وقتی ول کردم و صبر کردم دقیقاً همون موقع مسیر جدیدی برام باز شد، مسیری که حتی فکرشو هم نمی کردم. کاری رو شروع کردم که هیچ تخصصی تو اون کار نداشتم. اولش برام عجیب بود چون اصلاً تو برنامه ذهنی من نبود. یه مسیر تازه که برای من مثل معجزه بود. آموزش دیدم و به درآمد خوبی رسیدم. جهان بهم نشون داد وقتی عجله رو رها میکنی من راههای پنهانم رو نشون میدم. رالف والدو امرسون یه جمله طلایی داره که میگه صبوری شاه کلید پیروزی است. عجله فقط نشونه بی‌اعتمادیه، ولی صبر یعنی ایمان به زمانبندی جهان. پس یادت باشه ترس، کنترل و عجله 3 مانع پنهان دیگه در قانون جذب هستند. اینها مثل قفلی بودن که روی درپای جذب فراوانی من هم زده شده بودن. ولی وقتی ذهنمو از ترس خالی کردم و به جای کمبود روی فراوانی تمرکز کردم، وقتی دست از کنترل مسیر برداشتم و اجازه دادم راه خودش پیدا بشه و وقتی عجله رو کنار گذاشتم، یه فرصت جدید جلوی روم قرار گرفت. کاری رو شروع کردم که هیچ وقت حتی بهش فکر نکرده بودم و این مسیر جدید درب فراوانی رو برام باز کرد. این تجربه برای من یک معجزه واقعی بود. میخوام بدونی جهان برای تو هم همینطوره. راه‌ها همیشه بیشتر از اونه که تو میبینی، فقط کافیه قفل‌ها رو باز کنی. حالا تو بهم بگو کدوم یکی از این 3 مانع بیشتر جلوی تو رو گرفته؟ ترس، کنترل، عجله یا هر 3 تا به یه اندازه؟ تو کامنت ها حتما برام بنویس. آگاهی اولین قدم برای شکستن قفسه.